استرالی، در همین آمریکا در خلق و توسعه تکنولوژی اطلاعات نقش آفرینی می‌کنند. خبر از وضعیت کره مریخ برای مردمان کره زمین می‌آورند. در عالم پزشکی و تجارت سرمایه حرفی برای گفتن دارند. نمی‌توانند برای جلوگیری از تضعیف و یا قطع ارتباط هموطنان خود با خارج کشور، همچنان که در راهپیمایی روز قدس ما مشاهده کردیم ارتباطات قطع شد، راه حلی بیابند. آیا نمیتوانند رسانه یا رسانه‌های فراگیر مورد نیاز برای ارتباط با توده‌های اقصا نقاط داخل کشور ایجاد نمایند؟ و البته انجام این سه کمک بزرگ به کشور یعنی همبستگی با آسیب‌دیدگان، گفتگو و رسانه فراگیر، اونچه که من به ذهنم میرسه هیچ ارتباطی با نوع و رنگ و پارچه و پرچم ندارد. یعنی سر این موضوع همه ایرانیان هم مطمئنم میتونن با هم دیگه متحد بشن و یک حرف بزنن. کلام آخرم اینه که دوستان عزیز، یقین بدانید تا زمانی که از میان جامعه ایرانیان یک صدای همسو به گوش نرسد، جامعه بین المللی نیز راه خود را خواهد رفت. و البته با این امیدواری سخنم را به پایان میرسانم که نسل جدید و جوان ما با عنوان قلب تپنده این جنبش و با تجربه آموزی از نسل‌های پیشین به این نیازها پاسخ خواهد داد. سربلند و پایدار باشید.